دونالد ترامپ پس از ملاقاتش با بنیامین نتانیاهو گفت سروزیر اسرائیل به طرح سازش صلح در غزه راضی شده است. این طرح پایان جنگ تقریباً 2 ساله در غزه و آزادی همه گروگانان حماس را در نظر دارد. حماس اگر این را قبول دارد، این پیشنهاد طلب رهایی فوری گروگانها را در فرصتی نه کمتر از 72 ساعت در نظر دارد. یک مقام گروه حماس به خبرگزاری ریترز گفته است که اعلان را شنیدند ولی هیچ نقشه خطی از جانب ایالات متحده آمریکا دریافت نکردند. نتانیاهو در 9 ماه اخیر که ترامپ پرزیدنت انتخاب شد 4 بار به آمریکا سفر کرده است. سفری او و پذیرفتن پیشنهاد ترامپ برای صلح در غزه در حالی بود که هفته گذشته چند کشور غربی برخلاف خواست آمریکا و اسرائیل دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. واشنگتن طرح صلح غزه را هفته گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به کشورهای عرب و مسلمان معرفی کرده بود. این طرح که از 20 بند عبارت است: بیرون شدن ارتش اسرائیل از غزه، به سلاح ساختن حماس، رهایی گروگانها و تشکیل حکومت دوره گذرش تحت رهبری یک نهاد بین المللی را در نظر دارد. مذاکرات در قصر سفید در حال صورت گرفت که تانک های اسرائیل روز دوشنبه به درون بخش مرکزی شهر غزه وارد شدند. مقامات اسرائیل میگویند اینجا آخرین پناهگاه حماس است و هدف دارند این گروه را کاملا نابود کنند. در این جنگ بیش از 60,000 اهالی غزه کشته شده است و سازمان‌های بین المللی و اکثر کشورهای دنیا اسرائیل را برای نقض جدی حقوق بشر عیبدار می‌کنند. اسرائیل میگوید از خودش دفاع کرده است و برای آینده امنی این کشور ضد تروریستان مبارزه می‌برد.